من مثال میگن که یک کمپیرکی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسید که الله در کجای؟ گفت فی السما، در آسمان. و میگه امام اعظم ابو حنیفه را یک سوال کرد که کسی میگه که همین خدای تعالی را من نمیدونم در کجای، در پایان در بالا. میگه که کسی اگر بگه که خدای تعالی در پایان کافر میشه. این سری گپور هم میورن که از نام امام اعظم که گویا نعوذ بالله امام اعظم ابو حنیفه چم برای پروردگار مکان قرار میداد باشه. اگر کسی سوال کنه عین الله، خداوند در کجای؟ چی بگیم؟ میگه در جواب که بگیم که کان الله ولم یکن عین، کان الله ولم یکن مکان. الله بود، عین نبود، سوال کجا نبود، هیچ مخلوقی نبود در دنیا. الله بود، مکان نبود، یگان مکان نبود، نه آسمان بود، نه زمین بود، نه عرش بود، نه کرسی بود. فانه الان علی ما قبل خلق المکان. خداوند در همون موضع و همون مقصد چیز قرار داره که قبل از آفریدش تمام همین مکان ها بود. خداوند بی نیازه همه این مکان ها. آخه نعوذ بالله ذات پروردگار را چگونگیش ما نمیدونیم. ما خداوند با صفاتش میشناسیم، با همون صفاتی که ذکر کرده. خب هر کس در ذهنش آوردن بگیره پروردگار در فلان جای مکانش این جای او ایسته عقیده اسلامی را خراب میکنه بدبختو. اونم یکی از بزرگان علما میگن که یکی از علتهای زیاد شدن ریشه دووندن اتئیسم در اروپا همین دین نصرانی است. کاری هر باز نیست که من گفتم. گوی نرمی باید مردی کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، برادران محترم، 20 سال یا 30 سال پیش اکثر ما به همین عقیده بودیم که الله تعالی به ذاتش در همه جا هست، و دیگر اینکه اکثر مردم ما به این عقیده نبودن که الله تعالی بالای عرش است. و حالا ادعا و دعوا داریم که ما اهل سنت و جماعت هستیم. اهل سنت و جماعت ایمان به قرآن و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارند و مجتهدان و عالمان و مفسرهای بزرگ دارند و کتابهای دینی خصوصا تفسیرهای بهترین و مشهور دارند. و ما می توانیم که از همین تفسیرهای مشهور اهل سنت و جماعت اثبات کنیم که الله تعالی به ذاتش هر جا نیست، بلکه به علمش با مخلوقاتش هست. یعنی علم الله تعالی همه مخلوقاتش را احاطه کرده است و الله تعالی علیم است، یعنی میداند همه مخلوقاتش را و از حال احوالشان برابر خبر دارد و چه مخلوقاتی گذشته باشند و چه حاضره و چه آینده همه‌اش را برابر میداند و از حالشان 100% خبر دارد. اکنون از تفسیر مشهوری که در وطنمان همه عالمان او را خواندند و میخوانند، از این تفسیر اثبات میکنیم که الله سبحانه با همراهی ماست، با علمش نه به ذاتش. و این تفسیر جلالین میباشد. همه عالمان وطنیمان و شاگردانشان این تفسیر جلالین را میدانند و این تفسیر جلالین یکی از کتابهای بزرگ درسیشان میباشد. در این تفسیر جلالین در سوره حدید در تحت آیت 4 دیده شود، صاحب این تفسیر صراحتا و آشکارا گفته است الله به علمش همراه ماست. از آیت بشنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذی خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اوست، یعنی الله اوست آنکه آفرید آسمان ها و زمین را در 6 روز، بعد از آن بالا شد بر عرش. میداند آنچه داخل می شود به زمین و آنچه خارج می شود از زمین و آنچه فرود می آید از آسمان و آنچه بالا می رود در آن، و او با شماست هر جا که باشید و الله به آنچه میکنید بیناست. انا تحت همین آیت و هو معکم اینما کنتم، صاحب تفسیر جلالین گفته است که ای بعلمه، و هو معکم اینما کنتم ای بعلمه، و هو معکم اینما کنتم ای بعلمه، و او با شماست هر جا که باشید به علمش، و او با شماست هر جا که باشید به علمش. و دیگری که با دو تفسیر مشهور اهل سنت و جماعت اثبات میکنیم که الله سبحانه بالای عرش است و این دو تفسیر هم بزرگترین و مشهورترین تفسیرهای اهل سنت و جماعت هستند. یکیش تفسیر طبری است و دیگرش تفسیر قرطبی است و این دو تفسیر را هم عالمان وطنیمان و شاگردانشان خوب میشناسند. میرویم به طرف تفسیر طبری. سوره طه آیت 5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. وای بسیار بخشاینده است بر عرش است. یعنی الله بسیار بخشاینده است بر عرش است. تفسیر طبری گفته است الرحمن على العرش ارتفع و علا. الرحمن على العرش ارتفع و علا. یعنی صاحب تفسیر طبری استوا را به معنی ارتفاع و علا گرفته است. ارتفاع و علا معنی بالا شدن. ارتفاع یرتفع و علا یعلو. یعنی الله بر بالای عرش است. و دیگر در سوره حدید در تحت آیت 4 امام طبری تفسیر کرده گفته است ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلا. ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلا. این عبارتی خودی امام طبری است. بعد از آن استوا را به معنی چی گرفته است؟ استوا را در اینجا به معنی ارتفاع و علا گرفته است. استوا را به معنی ارتفاع و علا. ارتفاع و علا معنی بالا شدن. تفسیرش میشه که یعنی بالا شد الله بر عرش. بالا شد الله بر عرش. و در تفسیر قرطبی در آیت الکرسی در آیت 255 سوره بقره در تحت همین آیت وسع کرسی السماوات والارض، در تحت خود همین آیت از زبان خود صحابی بزرگوار و از جمله امامان صحابه و از بهترین مفسران و عالمان قرآن یعنی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، از زبان خود همین عبدالله ابن مسعود روایت است که خود همین عبدالله میگوید که الله تعالی بالای عرش است. و بعضی عالمان کم سواد یا به سواد به خبر از عقیده دینی میگویند که این خیلی سوال که الله در کجاست یا الله بالای عرش است، این خیلی سوال و سخنان را 4 جوان گمراه و به مذهب از خودشان برآوردند. و حالا امروز ها میشنویم که این سوال که الله در کجاست یا الله بالای عرش است، این سخنان جوانان امروزا نبوده است، بلکه این سوال الله در کجاست یا الله بالای عرش است، اینها عقیده دینی اسلامی بودند و عقیده پیغمبر و اصحابش بوده است. سبحان الله سبحان الله. الله رحم کند. عذاب الله بسیار سخت است. یک چیز را خودمان نمیدانیم، چرا جوانان و موحدان و یکتاپرستان و غیوران امت را نسبت و تهمت به گمراهی و جهالت میکنیم؟ فردا قیامت نزدیک است، بنابرای رفتن داریم. روز سخت و پرخوف و خطر در پیش رویمان است. وای بر حالتان کسانی که از عقیده اسلامی بی نصیب شده اید. رفته دیگر بازگشت ندارید. از الله بزرگ بترسید و عقیده هایتان را اصلاح کنید که به عقیده های اسلامی همراه فرعون و هامان و ابوجهل ها حشر می شوند. وای بر جانتون، بازم وای بر جانتون. می رویم به طرف قول صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. قال ابن مسعود رضی الله عنه بین كل السماءين مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام وبين الكرسي وبين العرش مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه. گفته است عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بین هر یک دو آسمان مسافه 500 ساله راه است و بین آسمان هفتم و بین کرسی 500 ساله راه است و بین کرسی و بین عرش مسافه 500 ساله راه است و عرش بالای آب است و الله بالای عرش است. میداند آنچه را که شما در او هستید و بر او هستید. در تحت همین آیت بینید وسع کرسی السماوات و الارض. و باز هم میگوییم که این سخن که الله بالای عرش است سخن جوانان امروزه نیست، بلکه قول الله تعالی و قول رسول الله و قول صحابی است. باز چی گفتنی هستید در برابر این صفت الله پاک که الله بالای عرش است؟ اکنون این را خبر شدیم که عقیده عبدالله ابن مسعود همین بوده است که الله سبحانه بالای عرش است. و این را خوب بدانیم که عقیده اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم عقیده خود پیغمبر است. به شهادت قرآن به آیت آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون الی آخره سوره بقره آیت 285. و از الله قهار بترسید و توبه کنید و دیگر نگویید که این بودن الله بالای عرش سخن جوانانی بی مذهبند و از خود برآوردند، بلکه بگویید که این عقیده پیغمبر و اصحابش را به ما مستفیدهای دور از عقیده جوانان با علم و معرفت رسانیدند. خوشا به حالشان. والله این جوانان فخر امت اسلامی اند. والله این جوانان فخر امت اسلامی اند.
که در این زمان پر از فساد شهوت جوانیشان را یک طرف گذاشته به طرف توحید و معرفت الله سبحانه در حرکتند. خوشا به حالشان، خوشا به حالتان ای جوانانی با غیرت امت مسلمه. و ابو حنیفه رحمت الله علیه این پیشوای بزرگوار که اکثر مردم مسلمان دنیا در مذهب این امام بزرگوارند، گفته است این امام در کتاب فقه اکبر و در کتاب فقه ابسط و در کتاب الشرح میسر علی الفقهین الاکبر و الابسط، همه این کتاب ها کتاب های حنفی اند. چی گفته است؟ گفته است که الله تعالی بر بالای عرش است و کسی به این عقیده نیست، گفته است ابو حنیفه، آن شخص کافر است. به همه عالمان وطنیمون که حنفیان به عزت الله سبحانه قسمشان میدهم که به تفسیر جلالین و به تفسیر طبری و به تفسیر قرطبی و به فقه اکبر و اوسط و به شرح میسر نظر کرده بخوانند و یقین کنند که الله پاک بالای عرش است و قول این صحابی بزرگ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه را نادیده نگیرند که عقیده اصحاب پیغمبر عقیده خود پیغمبر است، با گواهی قرآن با آیت 285 سوره بقره. و اکثر علماء حنفی در اثبات مسائل های فقهی از روایت عبدالله ابن مسعود استدلال میکنند. سخن من مختصرا اینجا به آخر رسید.